2 هفته از مناقشه 4 روزه مرگبار و بی‌سابقه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان می‌گذرد و قرارداد صلح به امضا رسیده است، ولی هر دو طرف میگن وضع حساس باقی میماند. در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. ماه اپریل هم چند ماه پیشتر نزاع سختی صورت گرفت و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. درگیری و تیراندازی‌ها در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان در گذشته هم بودند، اما نه به این وسعت و مقیاس و متهم کردن یکدیگر به تجاوز نظامی. چرا امسال وضع به اینجا کشید و راه پایان دادن به خونریزی و تعیین و علامتگذاری کجا است؟ موضوع امروز گپی آزاد را به همین مسئله میبخشه. مهمانان ما شیرعلی رضاییان، سیاستشناس تاجیک، و ظفر صوفی، ژورنالیست که چند سال در قرقیزستان به سر برده است. و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان عزیز. و سوال اول، سبب‌های در طول کمتر از نیم سال 2 دفعه نزاع سخت و مرگبار بین تاجیکستان و قرقیزستان چی میتواند باشد؟ جناب شیرعلی رضاییان، از شما شروع میکنیم. مرحبا. درود به شما، به مهمان گرامی برنامه. من پیش از همه سپاسگزارم که چنین یک بحث کارشناسی را در دفتر تاجیک رادیو آزادی تهیه کردید. باید گفت که نزاع آخری که به وقوع پیوست، از این پیش نزاع دیگری خونین بسیار دهشتناک ماه اپریل سال 2021 یعنی حدود 1.5 سال قبل به وقوع پیوسته بود و ما می‌بینیم که این موضوع تا اندازه امروز بسیار حساس شده است، چون که بعد از سال 2020 ما به مشاهده می‌گیریم که تا جای ضدیت‌ها و تنش‌ها در مرز زیاد شدند. طبیعی است که هر یک نزاعی که بعد از سال 2006 به این طرف به وقوع می‌پیوستند، آنها سبب‌ها و عامل‌های تکان دهنده خود را داشتند که آن پیش از همه دسترسی به آب، دسترسی به زمین، دسترسی به کندنی‌های فایده‌ناک، بنیاد زیرساختار ارتباطی و دیگرش این بازداشت غیرقانونی شهروندان ربط داشت که در نتیجه به مناقشه آورده می‌رسند. ولی در 5 سال اخیر تنش‌های خونین با استفاده از سلاح در خط مرز بسیار جدی شده است که این باعث نگرانی می‌باشد و هر دو جانب در این شرایط یکدیگر را گناهکار می‌کنند و در افکارسازی که در این حالت در عرصه منطقه و جهان به وقوع می‌پیوندد بسیار نگران کننده است، چون مجموعاً اون بحث مرزی که در این منطقه بخصوص در منطقه وادی فرغانه به وقوع می‌پیوندد به سطح و صفت تامین امنیتی هر دو کشور تاثیر منفی می‌رساند. بله، تشکر. محترم ظفر صوفی، نظری شما چیست؟ چرا نزاع در مرز تا به این حد بزرگ شد و به حدی که نمایندگان 2 کشور همسایه از منبر سازمان ملل یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم کردند؟ چرا؟ خب ببینید، البته پیش از همه من خدمت شما، خدمت شیرعلی عزیز و بینندگانتون سلام عرض میکنم. خب ببینید، تنش چیزی نبود که از دیروز پیدا شده باشد. خیلی سال هاست که این چیز وجود دارد. خب شیرعلی به عامل ها و علت هاش هم اشاره خوب کردن. خب چرا امروز آمدن از در منبر سازمان ملل همدیگر، البته بیشتر سمت قرقیزستان در سیمای رئیس جمهورش و در پاسخ به فکرم وزیر خارجه تاجیکستان همدیگر در تجاوز گناهکار کردن. حالا البته کدام طرف بیشتر گناهکار بود بحثش جداست. حالا ما تاجیکا از طرف خود میگیم که اونا تجاوز داشتن، قرقیزا ادعا دارن که از اون طرف، و عامل ها نشون میده که البته بیشتر از جانب قرقیزستان بوده شروع درگیری ها. در هر صورت چرا به این حد کشیده شد؟ من فکر میکنم تا این وقت هم که منظور این درگیری ها بود، من فکر میکنم علت اینجاست که اراده سیاسی، یا درسته اگر بگم اراده سیاسی 2 رهبر کشور عامل اصلی است در اینجا، یعنی به این حد کشیدنش. ببینید در تاجیکستان همه تصمیم های مهم، قرارهای مهم از جانب یک کس گرفته میشه. با توجه به این کشور سال هاست که یک نظام افطاریتری یا که یک نفر خودکامه ادامه دارد و چند وقتی آخر مشاهده میشه که در قرقیزستان هم وضع دارد به همون سمت میرد. یعنی جعبروف ظاهرا میخواد رئیس جمهور قرقیزستان مثل رئیس جمهور تاجیکستان همه تصمیم را
خودش بگیرد، یعنی تصمیم گیرنده یگانه و اساسی باشد. با توجه به این وضع، چون هر دو به یک نتیجه نرسیدن، به سازش نرسیدن، وضع به این طرف ادامه داشت و کشیده شد تا به سازمان ملل. اگر دو نفر که واقعا تصمیم گیرنده نهایی ظاهرا تصمیم میگرفتن، شاید اینطور نمیشه. تشکر. در رسانه‌های گوناگون میخوانیم که مینویسند سبب مناقشه در مرز حکومت‌های هر دو کشور هستند که میخواهند نظری جامعی خود را از مشکلات داخلی به دیگر طرف کشند و حمایت اونها را با نشان دادن کدام یک دشمن خارجی به دست بیارند. محترم رضاییان، شما در رابطه به این سوال چی نظر دارید؟ این چیزی که شما اولی حاضر تکرار نمودید بیشتر از جانب کارشناسان و فعالان جامعه شهروندی قرقیزستان که آنها بیشتر در فضای منطقه حضور دارند پهن کرده میشد. ولی اگر ما از بررسی عادی‌ترین علم تحلیل و بخصوص تحلیل سیاسی اگر نگاه کنیم، معلوم می شود که تاجیکستان امروز یگانه همسایه افغانستان است که با قدرت‌داری طالبان نظری خاص مثل دیگر کشورهای همسایه آن ندارد و اکثر کل آن تهدیدهایی که برای تاجیکستان ایجاد میشوند یا شاید در آینده ایجاد میشوند از سمت جنوب هستند. بنابر همین برای ما با وجود آوردن، برای کشور ما با وجود آوردن بی‌ثباتی در شمال، تقریبا این یک کاری بود که با یگان بهاگذاری‌هایی که به تطبیق به تامین امنیت بیشتر امنیت و ثبات پیش از همه ربط دارد چیست، یعنی اساسناک نمی‌شود، چون این برابر به خودکشی است. هم نامعین بودن وضع در جنوب و هم بی‌ثبات کردن چیزی وضعیت در شمال. ولی یک نکته ظریفی که در اکثر انمین بحث‌های مرزی به وقوع می‌پیوندند، هم ما می‌توانیم در برابر اون حادثه هایی که از ماه ینوری سال 2021 تا ماه اپریل سال 2021 به وقوع پیوستند و هر یک اقدامی که گرفته شد پیش از همه و بعداً حادثه‌ای که ماه ینوری سال 2022 به وقوع پیوست و این حادثه‌ای که دیروز ماه سپتامبر به وقوع پیوست، همه آن یک بستگی به روندهای سیاسی قرقیزستان دارد. متاسفانه برای چی؟ برای آنکه هر وقتی که یک بحران ناخواسته در این کشور میخیزد، یک نشریه‌های گوناگون مطلب‌های گوناگون رو به نشر میرسانند، برای دیگر کردن سمت افکار جمعیتی در مرز با تاجیکستان یک نزاع به وقوع میپیوندد. اگر شما مثلا تمام همین حوادث رو از سال 2013 به این طرف منصفانه اگر تحلیل کنید، حتما یک ویژگی داخلی رو از بطنی مثلا روندهای سیاسی کشور همسایه ما می‌یابید. یعنی که شما میخواید پس شما نمیخواید بگویید که به روندهای سیاسی داخلی تاجیکستان هم ربط دارد این حوادثی که پی هم رخ میدهند؟ از نگاه تحلیل سببی و نتیجوی ما یگان چیزی سببی رو نمیبینیم. چون که نگاه کنید، حتی در مردمی که در سرحد زندگی میکنن، آنها در خانه های خود ایستاده بودند. یعنی یک روز یا چند روز پیش حدود زیاده از 100,000 نفر ساکنان خود را قرقیزستان مثل حوادث ماه اپریل سال 21 از خانه های خود کوچانده بودند و طبیعی است که این برای ما یگان نفعی نداشت و عموما ما حتی انتظاری نداشتیم که مثلا جامعه تاجیکستان در نظر دارم که همین حادثه به وقوع میپیوندد. و یک نکته دیگر رو من به توجه شما ذکر کردنی هستم که از اون 5 عاملی که من عین زمان نامبر کردم و در اکثر بحث‌های مرزی به نظر میرسن، در این حوادث ماه سپتامبر، یعنی حوادثی که 2 هفته قبل گذشت، یگانی از اون به مشاهده نمیرسید. تشکر. یعنی یک روز قبل اصلا پیشگویی کردن امکان نداشت که این حادثه به وقوع میپیوند. و یک نکته آخری که میخوام با توجه شما ذکر کنم، از سال 2013 به این طرف الیت‌های محلی ولایت بادکان در حساب برابرکنی خود با مرکز از عامل مرز استفاده میکردند و بسیار متاسفانه امروز همین مسئله مرز و یک ابزار مبارزه های سیاسی در کشور همسایه ما تبدیل شده است. این سوالی که به شما دادم میخوام برای جناب ظفر صوفی هم تکرار کنم. یعنی در رسانه های گوناگون میخوانیم که مینویسن سبب مناقشه در مرز حکومت های هر دو کشور هستند که میخوان نظری جامعه خود رو از مشکلات داخلی به دیگر طرف کشند و حمایت آنها را با نشان دادن کدام یک دشمن خارجی به دست بیارند.
شما چی میگوید در رابطه با این ادعاها؟ ببینید اصلا همیشه در هر کشور وقتی وضع بحرانی می شود تلاش میکنن که یا دشمن خارجی پیدا کنن، مخصوصا کشورهایی که نظامشون بیشتر خودکامه است، دیکتاتوری است. و این که بگویم که فقط در جانب قرقیزستان تلاش بر این بوده که یک عامل بیرونی پیدا کنند و سمت اعتراض و نفرت مردم به اون سو برگردانند، تا جای درست است، نه همیشه. مخصوصا اگر بگیریم همین درگیری آخر و فضای نفرت پراکنی و دشمن جویی در تاجیکستان را اگر به نظر بگیریم، با توجه به اینکه رسانه‌های ما خیلی بسته است، یعنی اصلا آزادی بیان در کشور وجود ندارد، از طرف دیگه با این گستردگی در فضای مجازی اون گروه‌هایی که تا جای مثلا از نهادهای دولتی پشتیبانی میشه، مثل امنگرد و از این چیز فعالایی که به نام نمیدونم فلانک و بهمانک که اصلا فیک کن، اینا که مشخصن که فیک های امنیتن، اینا آمدن اینقدر فعال شدند و نفرت پراکنی کردن. مشخص است که از جانب تاجیکستان هم، یعنی که از جانب مردم تاجیکستان نه، از جانب حکومت تاجیکستان هم چنین یک تلاش های بوده و علتش هم من براتون میتونم مثال بزنم که در فضای مجازی یا که عموما در جهان نسبت حکومت تاجیکستان در رابطه با قتل عامی که حالا قتل عام نمیشه گفت، سرکوبی که در بدخشان شد و اینقدر مردم کشتن، و طبیعی است که یک فضای با وجود آمده بود که اینجا یک بهانه شاید شد برای حکومت بهترین فرصت بود که سمت افکار عمومی را بکشند به اون طرف و بگویم که فقط علت از جانب قرقیزستان است یا مثلا از این درگیری ها فقط حکومت قرقیزستان منفعت دارد. نه، حکومت تاجیکستان هم منفعت داشت و اون علتی که آخران شیرالی اشاره کردن که چند سال است که الیت سیاسی در بادکان دنبال این هستند که امتیازهای سیاسی بگیرن یا خلای سیاسی بگیرن از درگیری ها در مرز، واقعا درست است و همیشه متاسفانه نهادهای نظامی و امنیتی تاجیکستان به این نکته توجه کمتر ظاهر میکردن و همیشه تلاششون به سمت این بود که در شخص اولی کشور همسایه یا در شخص بعضی امنیتی های همسایه بیشتر علت عامل اصلی را بجویند و حتی کار به جای رسید که چون اشاره به رسانه ها شد، میخوام یه مثال بزنم، کار به جای رسید که از رئیس جمهور قرقیزستان به عنوان آدمی کم سواد و کم خوانده و از این چیزا حتی همون فیک‌های امنیتی بیشتر نوشتن و دیگر مردم هم گرفتن در فضای مجازی خیلی این چیز زیاد پنج، در صورتی که هیچ کس به خود سوال نکرد که آیا رئیس جمهور کشور ما فارغ التحصیل آکسفورد، کمبریج یا استنفورد است؟ نه، اونم یک غایبانه خوانده است در دانشگاه، 30 سال است که سر قدرت است. چرا مثلا ما بیایم از رئیس جمهور کشور همسایه اینجوری انتقاد بکنیم؟ بله. منظور اینه بعد از که نفرت پراکنی میکنیم. جناب رضاییان، شما در یک تحلیلتون نوشتید که مشکلات در مرز به سبب‌های منفعت‌های گوناگون تاجیکستان و قرقیزستان، ناحیه اسفره و ولایت‌های بادکند است. منظورتون از منفعت‌های مختلف سیاسی دو طرف چی است؟ خواهش میکنم. اینجا مسئله از اون تفسیرهایی که در مطبوعات ما می‌بینیم بسیار مرکب است، چون که هر کس می‌خواهد برای مثلا ثابت نمودن نظرهای خود دو چیزی با هم دیگر پیوست نبوده رو با هم ارتباط دهد، ولی به نظر من این برای حل مسئله مساعدت نمی‌کند. منظور من پیش از همه در آن بود که ما باید وقتی که صحبت، وقتی که تحلیل درباره مرز می‌کنیم، باید پیش از همه به دلیل‌ها تکیه کنیم. مشکل اول در حل نشدن مسئله سرحد مرز میان دو کشور در این است که آنها از حجت‌های گوناگون چی می‌کنند؟ به حجت‌های گوناگون تکیه می‌کنند. و اینجا باید گفت که در مطبوعات خیلی زیاد گفته شده است جانب تاجیکستان بیشتر به حجت‌های تکیه می‌کند که سال‌های 1925 1927 هستند. جانب قرقیزستان در بعضی موارد از حجت‌های سال 58 1958 57 و 58 تکیه می‌کند. در بعضی موارد از حجت‌های سال 1989 تکیه می‌کند. در بعضی موارد به سازشنامه الماتی تکیه می‌کند و نهایت در بعضی موارد به یگان حجت تکیه نمی‌کند. وقتی که ما در جامعه متمدن از روی حقوق بین‌الملل و تجربه جهانی همیشه معلوم است که مسئله مرز که کشورهای دیگر نیز تجربه حل آن را دارند، عنصرهای به خود بسیار خاص و پرینسیپالی دارد که یکمش این پیش از همه اجرا نمودن
анамун созишҳое ки қабул мешаванд. дуюмаш имкони гузашт кардан ҳаст ба якдигар. сеюмаш эътирофи манфиатҳои миллии тарафайн аст. агар шумо аз ҳамин ҳисоб аз ҳамин дидгоҳ ба масъала нигоҳ кунед, шумо мебинед ки дар яке аз охирон дидору мулоқоти роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон бо Қирғизистон ки дар ворух гузашта буд, дар он ҷо хеле чизо гуфта шуданд ва гуфта шуданд ки ҳуҷҷатҳо ҳамеша ниҳоӣ мешуданд ва барои имзо пешбарӣ мешуданд ва дар охирин маврид намояндаи мутасаддии масалан Қирғизистон аз вазифа барканор мешуд, яъне муовини сарвазире ки масъул буд ва баъд ба он ҷо мерафт. تشکر. برخی تحلیلگران ناتوانی در حل مشکلات مرزی را بیانگر سیاست فشار به همدیگر و ناآمادگی به گذشت در علامتگذاری مرز مشترک ارزیابی کردند. یعنی مناقشه های حربی که سر می‌زنند میتواند یک وسیله فشار به طرف دیگر برای حل قطعه های بحثی شود. نظر شما جناب ظفر صوفی در رابطه به این سال چی است؟ ببینید با فشار مشکل است که مسئله مرزی حل بشود. درست است فشار گویم درگیری های نظامی همچون یک وسیله فشار شاید در کوتاه مدت بشود انجام بگیرد، اما اگر توجه کرده باشد همین اخیراً بعد از امضای سازشنامه بین یتیموف و تشیق در قرقیزستان سر و صداها در رابطه با اینکه این سازشنامه تحت فشار امضا شده و باید لغو بشود، باطل بشود، خیلی زیاد شده. خب طبیعی است که وقتی اگر هر سازشنامه مخصوصا در مسئله مرز با فشار انجام بگیرد، از چه این طرف یا اون طرف، فرق نمیکنه چه طرف تاجیکستان چه طرف قرقیزستان، مردم اجازه نخواهند داشت، اون سازشنامه باطل میشد. یعنی این راه حل نیست. با فشار هیچ امکان ندارد که مشکل مرزی حل بشود. اون سه عاملی که در تجربه جهانی هست بالاتر شرله اشاره کردن، نمیخوام تکرار بکنم. واقعا اون بهترین عامل است که راه هست که باید از اون راه پیش برده شود حل مشکل مرز. تشکر زیاد. جناب رضاییان، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ گفتنی دارید؟ مرحمه. نگاه کنید، وقتی که ما مسئله نه از دید یک موقتی بلکه به عمق آن نگاه میکنیم، معلوم می شود که آن مشکلات زیادی در پی دارد و متاسفانه در اکثر اون نزاع‌هایی که به وقوع می‌پیوندند شهروندان تاجیکستان پیش از همه کشته میشوند، مجروح میشوند و این عامل بحث است. یعنی این دلیل بحث است که ما کشته و علامون مجروحان زیاد داریم. و اگر شما به حوادث مرزی از سال 2006 تا سال 2019 نگاه کنید، در اکثر موارد تنها شهروندان ما مجروح میشدن، ما کشته میشدن و این چیز نمیشد که ما با یک دیدی ساده، با یک نگاهی عامیانه به موضوع نگاه کنیم، چون که در مسئله حل همین مشکل ما تجربه موفق هم داریم. نگاه کنید، تاجیکستان همچنین مشکلات مرزی رو با ازبکستان داشت و در طول این مثلا 3-4 سال اخیر که مذاکرات جانب‌های حکومتی تاجیکستان و ازبکستان جریان دارد، این مسئله الکی نهایی شده است و قرقیزستان در همین مسئله هم با تاجیکستان و هم با ازبکستان چی دارد؟ مشکل دارد و خود مدل حل معین کردن مرز که میان تاجیکستان و ازبکستان به وقوع پیوست، این یک مدل بسیار خوب برای حل همین موضوع با قرقیزستان هم است. ولی متاسفانه از بس که رعایت کردن سازش ها، رعایت کردن آن حجت هایی که قبول می شوند، حجت امضا شده رو همچون وسیله بازی سیاسی عنوان کردن، آن رو المنت مجبوری خواندن، این یک چیزی گپی مطبوعاتی بسیار جدی می باشد که با مردم روحیه سازی مردم نگران بوده است. یعنی امروز سازمان امضا میکنن، پگاه با سبب اینکه گویا کسی راضی نیست از وی دست میکشن. در تجربه بین المللی ما قریب چنین پرسیدنت ها رو یا نمونه ها رو نداریم که 2 روز یا 3 روز پس در اطراف این چی شود. من برای شما 10 ها مثال آورده میتونم که سازشنامه که سال 2006 بود، سازشنامه که سال 2008 امضا شد، پروتکلی که سال 2009 امضا شد،
протоколи ки соли 2013 имзо шуд, 2014 имзо шуд, 2019 имзо шуд ва хулоса ҳамон протоколи ки ҳатто моҳи майи соли 2021 иҷро шуд, имзо шуд, мутаассифона аз ҷониби кишвари ҳамсояи мо бо сабабу иллатҳои гуногун, бо овардани баҳонаҳои гуногун ё имзо намешавад, ё аз тарафи бозигарони дохили ин кишвар даъватҳо ба амал оварда мешавад ки ин созишномаҳо бекор шавад. Бинобар ҳамин мо бояд ба ҳамин масъала як нигоҳи бисёр васеъ дошта бошем ки воқеан иллати ин чӣ аст. Ё мо ба як доме афтодаем ки бояд пурра фақат худамо гузашт кунем, ё ин ки ҷониби ҳамсоя низ метавонад масалан як иқдоми мутамаддинро рӯи даст гирад то барои ҳал шудани ҳамин масъала сабаб шавад. Ташаккур. бале баҳо гузоштан ба масъала ҳамчун коршинос ва баҳо гузоштан баҳогузорӣ кардан ба масъала ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон. Ва ман фикр мекунам ки мо бояд бисёр хунсардона ба ин масъала нигоҳ кунем. ташаккур. ҳоло дар робита ба ҳамин чанд ҷумлаи охире ки шумо гуфтед, як саволи мо вобастагӣ дорад, яъне оё имкон дорад бо гузашт ва ё иваз намудани порчаҳои қаламрав ё қитъаҳои баҳсӣ дар Исфараву Бодкан ба баҳси марзӣ поён дод? ин чиз имкон дорад? муҳтарам Ризоён, марамат. албатта имкон дорад. нигоҳ кунед, комиссияи муштараки Тоҷикистон барои аломатгузории марз соли 2003 ба кор шурӯъ кард ва аввалин нуктае ки ба қисмати зиёди марзе мушаххас карда шуд соли 2004 ба анҷом расида буд. ва соли 2004 Тоҷикистон 50,000 гектар замине ки дар олой барои шаҳрвандони ҷумҳурии мо ки қирғизтабор буданд, барои сокинони ноҳияи Мурғоб ба иҷора гирифта буд соли 1942 барои 50 сол. ва соли 2004 баъди гузашти 62 сол ин заминҳоро бозгарданд. яъне то ҷониби Тоҷикистон нишон дод ки он созише ки пештар имзо шудааст онро риоя мекунад. вале агар шумо ба умқи масъала нигоҳ кунед, шумо масалан нигоҳ кунед ки мавзӯъ дар атрофи деҳаи хоҷаи Алои Чоркӯ чи аст, мавзӯъ дар атрофи масалан анамин худи Ворух ва тангии Ворух чи аст, мавзӯъ дар атрофи он манотиқе ки дар Овчиқалача бахусус соли 1996 пайдо шудани деҳаи мақсади Қирғизистон чи аст, Интернационалу, Кулундую, Арка, ино таърихи набеш аз 40 сола ё шояд 50 сола дошта бошанд. ва ино дар он заминҳои ин минтақаҳои аҳолинишин бунёд шудаанд ки амалан аз ҷониби сохторҳои колхозию бригадаҳои совхозии Тоҷикистон барои шаҳрвандони Қирғизистон барои муддати муайян ба иҷора дода шуда буд. ва азбас ки шинохти аз амин чиз вуҷуд надорад, мо гумон мекунем ки масъала баста аст. вале вақте ки ба ҷониби ба коршиносони Қирғизистон мисоли соли 2014 бозгардондани 50,000 гектарро мегӯем ва мегӯем ки ана дӯстои азиз, он созишномаи алматое ки шумо масалан ҳамеша такрор мекунед, онҳо мутаассифона гӯши худро кар мекунанд. ташаккур. оё имкон дорад бо гузашт ва ё иваз намудани порчаҳои қаламрави худ дар Исфараву Бодкан ба баҳси марзӣ поён дод? ҳамин суол ба шумо Зафар, шумо чӣ назар доред? خب ببینید یک انسان میتوند همسایه خودش انتخاب بکند. اگر همسایه‌اش مثلا یک جا خانه گرفت، در اون خانه همسایه‌اش طوری مثال بگیریم بد جهل است، بد قهر است، شب با خانواده‌اش اختلاف دارد، جنگ که سر و صدا میکند، آدم میتوند خانه‌اش حداقل بفروشد برای جای دیگه خانه بخرد. اما همسایگی کشورها جوری نیست که مثلا بشود عوض کرد. یعنی منظور ما این یک ناگزیر است، اینجا انتخابی نداریم. ما تاجیکستان با ازبکستان با قرقیزستان با همسایه‌اش که کشورهای همسایه با هم اینا همسایه است و هیچ کدام اینا هم جای رفته نیستن، ما هم میتونیم جای بریم. پس تنها راه میموند این که بیایم مشکل حل کنیم. مشکل مرز حالا مثلا جای یک پارچه زمین با گذشت کردن چی از این طرف چی از اون طرف، منظور با تأمین منفعت های هر دو طرف یا حداقل با نزدیک کردن دیدگاه ها در تأمین منفعت میشود مشکل را حل کرد و راه دیگه هم وجود ندارد. یعنی تنها راه همین است که باید مشکل مرزی علامتگذاری مرز حل بشود. اگر حل نشود همینطوری سالهای سال ادامه پیدا خواهد کرد. و اینکه شیرالی بالا اشاره کردن که گویا با قرقیزستان با ازبکستان هم مشکل دارد، نه، دارد با ازبکستان حل میکند. ببینید فقط اینجا یک مورد هست، از جانب ازبکستان مذاکره کننده سروزیر ازبکستان است،
اما جالب در این که مذاکره کننده از جانب رهبر هیئت مذاکره کننده میگه هر چی میگه اسمشه از جانب تاجیکستان رئیس امنیت است و از جانب قرقیزستان هم همیشه یعنی وقتهای آخر رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان است. یک فکت جالب است و من نمیدونم اینو شاید میخوان با توجه به اینکه چند بار از جانب قرقیزستان همونطور که شیرالی اشاره کردن بعد از انجام سازش اونا زیر قولشون زدند و وعده خلافی کردن، شاید میخوان سطح سازش به حد بیارن که اگر مثلا بگیریم رئیس حکومت باشد یا نمیدونم رئیس جمهور باشد بیاد این سازش امضا کند بعد زیر قولشون نتونن بزنن، هرچند که این کارا میتونم که البته با وجود این در هر صورت به نظر میاد که یا میخوان سطح چیز پایین بیارن سطح مذاکره کننده را. چرا مثلا از جانب تاجیکستان سروزیر تاجیکستان نیست؟ من نمیدونم اصلا سروزیر تاجیکستان در این مورد واقعا همچون رهبر حکومت کشور چیکارا باید باشد. همینطور از جانب قرقیزستان هم، اما از جانب ازبکستان برای سروزیرش باید آمده و اونطوری که رسانه ها مینویسن چه رسانه ازبکستان چه قرقیزستان دارد نهایی میشد مشکل مرزی بین قرقیزستان و ازبکستان، اما متاسفانه از خود ما یعنی بین ما و قرقیزستان همچنان ادامه دارد با این درگیری ها و با این مشکلاتش. بله تشکر. و در پایان برنامه که به پایانش میرسیم از هر دوتون میخوام بپرسم که به نظر شما پس راه حل چی بوده میتواند و به هیئت‌های دو طرف چی مشورت میدید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم جناب شیرالی ریزایان از شما شروع میکنیم. من بازم تکرار میکنم که ما باید جانب‌ها باید پیش از همه سازش‌هایی که پیشتر امضا شده بودند، آن سازش‌هایی که الکی از سال 2003 به نظر میرسد باید رعایت شوند، بخصوص سازشی که سال 2008 درباره بنیاد نکردن همه گونه انفراستراکچور در خط در جاهای نامعین، پروتکل‌های دیگری که امضا شدند باید رعایت شوند. دوم چیزی که این بسیار مهم است این آماده بودن برای گذشت کردن، چون که بدون گذشت کردن این مسئله حل خودش را نمی‌یابد. و چیزی سومی که باز هم مهم است این پیش از همه اعتراف کردن منشأهای ملی طرفین است. و یک چیزی آخری که بیشتر به رسانه‌ها دخل دارد این استفاده نکردن از زبان درشت و استفاده نکردن از سیاه سازی و شیطان سازی و دیگر کارهای زشتی که امروز در فضای اطلاعاتی به نظر میرسد، چون عامل همسایه بودن قرقیزستان برای ما بسیار و بسیار مهم است و ما باید راهش را یابیم و با همسایه خود در یک شرایطی نسبتاً باثبات و آرام زندگی کنیم. تشکر. و جناب ظفر صوفی شما مرحمت چی میخواید بگویید؟ عرض کردم بالاتر که راه حل دیگه وجود ندارد بجز راه دیپلماسی. همه گونه راه‌های دیگه به بنبست میبرد، یعنی حداقل ادامه ناآرامی و ناامنی و کشته شدن شهروندها و نظامی‌ها میشد. متاسفانه همونطور که شیرالی هم اشاره کردن همیشه در این درگیری ها از جانب تاجیکستان بیشتر شهروندای عادی کشته میشن، همونطور که از جانب قرقیزستان بیشتر نظامی ها، یعنی معلوم میشد که اینجا اونا هجوم کردن و از این طرف دفاع شده. خود همین فکر میکنم بس است. گذشته از همه این شیرالی درست تاکید کردن که باید از لحن تند در رسانه ها و در فضای مجازی کمتر استفاده شود، اگر امکان باشد استفاده نشود. ما متاسفانه طوری شده که از جانب قرقیزستان مثلا آزادی بیان و فضای آزادی اطلاع رسانی سوء استفاده شد و موضع‌گیری های خیلی تند و نادرست انجام گرفت متاسفانه. و از این طرف هم مثلا از جانب تاجیکستان هم مشاهده میشد که خیلی نفرت پراکنی میشد و عموما هر گونه نفرت پراکنی با توجه به اینکه ما انتخابی دیگه نداریم در مورد همسایه، همونطور که عرض کردم یک کشور همسایه باید که از بین برود و از راه دیپلماسی باید این مشکلی که برای چه تاجیکستان و چه قرقیزستان همیشه دردسرساز است از بین برود و حل خودش بیابد، علامت گذاری بشود مرزها و امیدوارم که در صلح و آرامش و در همسایگی دوستانه زندگی بکنیم. تشکر زیاد. و بینندگان عزیز در همینجا به پایان برنامه میرسیم و مهمانان ما شیرالی ریزایان سیاستشناس تاجیک و ژورنالیست ظفر صوفی بودند.
بینندگان عزیز اگر پیشنهاد و یا نظری دارید یا میخواهید که کدام موضوع خاصی در گپ آزاد بحث شود زیر همین برنامه به ما بنویسید و من میرزا نبی خالقزاد بودم برنامه رو پیش میبردم. خداوند نگهداری شما.